ارشاد رسول الله صلی الله علیه و سلم است: هیچ گناهی نیست که بیشتر سزاوار این باشد با وجود ذخیره شدن عذاب آن در آخرت برایش در دنیا نیز خیلی زود برسد، غیر از ظلم و قطع رحم. یعنی این دو گناه، ظلم و قطع رحم، چنانند که در آخرت به سبب اینها هر عذابی که میرسد به جای خود است. علاوه از آن در دنیا هم سزای آنها خیلی زود میرسد. در حدیث دیگری است که خداوند متعال هر گناهی را هر وقت که بخواهد در دنیا مغفرت می‌فرماید، مگر سزای قطع رحم کردن با پدر و مادر را قبل از مردن می‌دهد. در حدیث است خداوند متعال سزای هر گناهی را برای آخرت به تأخیر می‌اندازد، لیکن سزای نافرمانی والدین را در دنیا خیلی زود می‌دهد. در بسیاری از احادیث این مضمون هم وارد شده است که خداوند متعال در روز قیامت به رحیم خویشاوندی گویایی عطا می فرماید. او عرش معلا را گرفته درخواست می کند که یا الله، هر کس که مرا وصل کرد امروز او را به رحمت خود وصل کن، و هر که مرا قطع کرد امروز از رحمت خود او را قطع کن. در بسیاری از احادیث آمده است که خداوند متعال می فرماید لفظ رحیم از نام پاک رحمان الله جل جلاله گرفته شده است. هر که این را وصل کند رحمان او را وصل می کند، و هر که این را قطع کند رحمان او را قطع می کند. در حدیث آمده است بر آن قوم رحمت نازل نمی شود که در آنها قطع رحم کننده باشد،